با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم. اولا از کتاب آداب طالب علم شروع می‌نماییم. از این کتاب مبارک آداب‌های طالب علم شروع می‌نماییم از شیخ عبدالمحسن بن قاسم حفظه الله تعالی. و در این کتاب مبارک ما در مبحث هفتم رسیده بودیم. در مبحث هفتم که در این مبحث هفتم عمل کردن با علم، عمل کردن با اون علمی که انسان از خود می‌نماید و همچنین قدوه حسنه، نمونه نیک بودن. اولا نقطه اولی که در اینجا یادآوری میکند شیخ حفظه الله تعالی، نمونه نیک بودن یا که عمل کردن با علم، العمل بالعلم، عمل کردن با علم. در این موضوع اولا صحبت خود را از این کتاب مبارک آغاز می‌نماییم و سپس ان شاء الله که وقتی که داخل کتاب شدیم مسئله هایی که در اینجا ذکر میشود آنها را به سمع شما خواهیم رسانید و از درگاه الله سبحانه و تعالی کمک رو می‌خواهیم. شیخ عبدالمحسن ابن قاسم حفظه الله تعالی در این کتاب مبارکش آداب طالب علم، آداب‌های طالب علم، نقطه ای که اینجا قرار گرفتیم العمل بالعلم، عمل کردن با علم. شیخ می‌فرماید العمل ثمرة العلم، عمل کردن این ثمره علم است، عمل کردن این ثمره علم است. والعلوم ما وضعت الا لتهدی الى العمل الصالح، و علم ها جز برای راهنمایی برای عمل صالح گذاشته نشده‌اند. یعنی که آن علومی که علوم شرعی که گذاشته شده است، عالم ها رحمت الله علیهم آن را برای ما کتاب ها قرار دادن، یک منهج تعلیمی قرار دادن. اینها گذاشته نشدن مگر که انسان را موفق بگرداند از برای انجام عمل های صالح که الله سبحانه و تعالی بر هر کس که بخواهد آن را عطا میکند. العلم ان تعرف المجهول فقط، علم تنها شناختی ناشناسی ها نیست، چیزهای نامعلوم نیست. یعنی که معلوماتی را در خود پیدا کردن، یک چیزی که نمیدانستی تنها اون را از خود کردن تنها این نیست. ولیکن ان تستفید من معرفته، بلکه آن است که علم آن است که انسان از دانش خود بهره بگیرد، از آن دانشی که گرفته بهره بگیرد. یعنی هدف اصلی آموزش علم تنها دانستن نیست، بلکه هدف اساسی آموزش علم این عمل کردن است. انسان میتواند بسیار چیزها را در حیات روزمره خود از خود نماید، بیاموزد، تعلیم بگیرد، اما اگر با آنچه که آموخته است عمل نکند، فایده واقعی که این عمل کردن است حاصل نمی شود. مثلا اگر کسی داند که راستگویی خوب است ولی اینکه راست نمیگوید، یا برعکس این دروغگویی این زشت است و گناهی کبیره است و دروغگویی را هم ترک نمیکند، یا اگر داند که نماز فریضه الهی است و ترک آن کفر است، اله برای این چیز را دانست سپس با آن عمل نکرد. اگر دانست که غیبت حرام است باید زبانش را از آن باز بدارد. پس این علمی که ما و شما برادران و خواهران گرامی آموزیم و تحصیل میکنیم این مانند یک درخت است و عمل آن میوه آن است و هر جا که بود درختی که بی میوه است وای قطع می شود. اگر درخت میوه ندهد فایدهش کم می شود. همچنین همون علمی که در زندگی انسان اثر نکند علمش کامل نیست، علمش رسواش میکند. پناه به سوی الله. شیخ میفرماید که العمل بالعلم یزید فی العلم، میگوید عمل کردن با علم علم رو بیشتر میگرداند، عمل کردن با علم رو بیشتر میگرداند. این نکته خیلی مهم است. پس بر اساس همین اصل بزرگ که عمل کردن با علم رو بیشتر میگرداند، تمام دانشمندان بزرگ، علماهای عظیم بر این پرورش یافتند. حتی بعضی از گذشتگان از سلف صالح فرمودند که كنا نستعين على حفظ الحديث والعمل به بالعمل به، ما برای حفظ حدیث با عمل کردن با آن کمک می‌جستیم. برای حفظ حدیث، اجرا کردن حدیث با عمل کردن با آن کمک می‌جستیم. یعنی وقتی که انسان با دانشی که دارد با آن عمل می‌کند، الله سبحانه و تعالی در دانش او برکت را عطا می‌فرماید و آن علم در خاطرش بیشتر می‌ماند، در قلبش استوارتر می‌گردد و فهم او هم زیادتر می‌گردد. و سبب اساسیش این است که با آن علم با اخلاص عمل کرده است. عمل کردن نشان می‌دهد که انسان با علم احترام دارد و بر آن جدیت کرده است. مثلا اگر کسی حکم طهارت را آموزد و تعلیم بگیرد، پس همیشه باید درست طهارت بگیرد، چون همیشه وی را پی در پی انجام می‌دهد، دائما در ذهنش دیگر استوار میماند، برایش مستحکم میشود. اما اگر فقط بخواند و با آن عمل نکند، زود فراموش میشود، از بین میرود. برای همین گفتن که كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ما برای حفظ حدیث با عمل کردن با آن کمک می‌جستیم. یعنی سلف صالح رحمت الله علیهم برای آن که حدیث ها را خوب در یاد خود نگاه دارن، به مضمون آن احادیث عمل می‌کردند، آن را حفظ می‌کردند، به مضمون آن عمل می‌کردند. این عمل کردن آنها را در ذهنشون خود خوب یاد نگاه می‌داشت، چون عمل علم را در قلب انسان زنده نگاه می‌دارد. قال شیخ الاسلام رحمت الله علیه فرمودند که من
عمل بما علم او اورثه الله علم ما لم يعلم. چی سخن مبارک و زیبایی است میگوید. هر کس که با آن علمی که میدوند عمل کند، هر کس که با آنچه که میدوند عمل کند، الله سبحانه و تعالی با آنچه رو که نمیدوند عطایش میکند. با آن علمی که دونستی با آن عمل کردی، الله تو رو با آنچه که نمیدونی آن رو برایت عطا میکند. این جملات بسیار معنای بزرگی دارد. اگر انسان در آموزش علم صادق باشد و با آن عمل کند، الله سبحانه و تعالی برای او درهای نیکی رو و درهای فهم رو، درهای دانش رو، درهای هدایت رو میکشاید. پس عمل کردن با آن علم سبب زیاد شدن علم بنده میگردد و اخلاص و طاعت و پیروی از رسول الله سبب فهم بیشتر میشود و برعکس این از بین رفتن معنای آن فهم آن. و کسی که دانش کمی درباره دین دارد اما با آن دانش کمی که دارد همان دانش کم عمل میکند، الله سبحانه و تعالی با آنچه که عمل کرده است برای او بیشتر میدهد. اما کسی که بسیار میداند، دانشمند است اما با آن عمل نمیکند، ممکن است که برکت علم از برکت علم محروم بگردد. ممکن است که از برکت علم محروم بگردد. و در دوام شیخ الاسلام این آیه کریمه را تلاوت کردند و فرمودند که کما قال تعالی، چگونه که الله متعال میفرماید والذین اهتدوا زادهم هدى والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. کسانی که هدایت یافتند، آن کسانی که هدایت یافتند، زادهم هدى، الله هدایت را برای آنها بیشتر گردانید و تقوای آنها را نیز بیشتر کرد. کسانی که هدایت یافتند راه هدایت را پیشه کردند، الله در هدایت آنها باز افزایش کرد و تقوای آنها رو بر آنها زیاده گردانید، بر آنها تقوا عطا کرد. این آیه کریمه نشان می‌دهد که هر کس راه راست را قبول کند و در آن راه قدم بگذارد، الله سبحانه و تعالی او را باز بیشتر راهنمایی میکند، درهای توفیق رو برای او بیشتر میکشاید. آن هدایتی که تو قدم زدی سبب هدایت بیشتر میگردد. آن عمل نیکی که کردی سبب تقوای بیشتر میگردد. برای همین است که انسان وقتی که با حق عمل میکند، آن چیزی که از حق برای او رسیده است با آن عمل میکند، قلبش روشن‌تر میشود و راه درست رو بیشتر و بیشتر میشناسد. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی که فرمودند ولو انهم ما فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبیتا. اگر آنها آنچی را که به آن پند داده میشدند انجام میدادند، برای آنها بهتر و در استواری قویتر میبود، برای آنها بخیرتر بود و ثابت‌تر در استوار ماندن بود. یعنی اگر مردم بر آن چیزی که شنیده اند و آموختن عمل میکردند، این آیه کریمه برای هر ما و شماست. اولا به سوی خود اشاره میکند که آنچه که آموختم به آموزانم، الله توفیق عمل را بر بنده عطا فرماید. سپس به سوی شمایان، اگر مردم به آنچه که شنیده اند و آموختن عمل میکردند، برایشان بهتر میشد، الله میفرماید برایشان بخیرتر میشد، ایمانشان استوارتر میگردید و در این راه حق استوارتر و ثابت قدمتر میگشتند. پس این عمل کردن سبب نیکی ما و شما میگردد، سبب استواری دل ما و شما و دین ما و شما میگردد و سبب قوت ایمان ما و راهنمایی شدن با سوی حق و دوری از گمراهی ها میگردد. و درست که الله سبحانه و تعالی بنی اسرائیل رو مذمت کرد، بنی اسرائیل رو، این یهود رو مذمت کرد قرنهای گوناگون و زیاده. برای چی آنها رو مذمت کرد، سرزنش کرد؟ به خاطر آنه که على عدم انتفاعهم بالعلم، آنها با آن علمی که داشتن با آن عمل نمیکردن، از آن منفعت نمیبردن. و الله سبحانه و تعالی در شأن آنها فرمود و آتیناهم بینات من الامر. الله سبحانه و تعالی برای آنها بینه، حجت آورد، روشنی ها کرد، به آنها امر را روشن کرد و بیان کرد. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. بعد آنکه که برای آنها حجت دلیل روشن شد، سپس بعد که آنها اختلاف کردند، پس اختلاف نکردند مگر بعد آنکه علم به آنها آمد از روی سرکشیشان، یعنی خود. مشکل این بنی اسرائیل ندانستن نبود، جهل نادانی نبود، بلکه کبرشان، حسدشان، سرکشیشان، پیروی نکردنشون از حق، از کتاب الله. پس این قول الله سبحانه و تعالی که در اینجا این بنی اسرائیل رو مذمت کرد و آنها رو سرزنش کرد و سبب اساس اختلاف آن را برای ما ذکر یادآوری کرد، برای ما یک درس میدهد. این خطر است، خطرناکتر است. گاهی خطرناکترین حالت آن نیست که انسان نداند، بلکه آن است که انسان داند اما قبول نکند و عمل نکند است. این از خطرناکتر. بس الله سبحانه و تعالی از آن علمی که بر ما فایده نمیبخشد پناه میبریم. و همچنین الله سبحانه و تعالی نصارا را مذمت کرد و آنها را وصف بر گمراهی کرد، گمراه شدگان هستند به خاطر جهل نادانیشان،
به خاطر سرکشیشون از پروردگارشون، از عبادت ربشون، به غیر علم عبادت کردن الله سبحانه و تعالی. و فرمود ولا الضالین، و نه گمراهان. این نصارا رو به سبب جاهلیتشون، به سبب جاهلی و نادانیشون و عبادت کردن پروردگارشون را به علم، الله آنها را گمراه خواند، گمراه شدگان گفت آنها را. و الله در این آیه کریمه سوره فاتحه که ما هر وقت میخونیم ما را یا گوشزد یادرس مینماید که از این دو طایفه انسان نباشید، بلکه به سوی الله پناه ببرید. یعنی عبادت و دینداری باید با پایه علم باشد، نه به جهل، نادانی و هواپرستی و پیروی از بابایان بیبیان. اگر کسی بدون دانش، بدون علمی، از روی نادانی، گمان یا بدعت عبادت کند، ممکن است که انسان گمراه شود و گمنام شود. پس در این آیه هایی که تلاوت کردیم فهمیده می شود که انسان در دو خطر قرار دارد. یکی خطر آن علمی که داری با آن عمل نکردی، دیگر خطری که الله رو به علم عبادت کردی. هر دو خطر، هر دو از همدیگر خطرناکترند. پس این دو آیه کریمه برای ما راه درست رو راهنمایی میکند. علمی که آموختی که باید بیاموزی، که طلب علم برای تو فریضه الهی است، سپس بعد اون علمی که آموختی عمل کردن است. سپس شیخ میفرماید که و من لم یعمل بما علم حرم لذت العلم و خشیته. هر کسی که با آنچه که آموخته است، هر کسی که آنچه که میداند عمل نکند، از لذت علم، از خشیت دل محروم میگردد. پناه به سوی الله. اگر انسان با آن دانش که دارد عمل نکند، با تدریج چند مصیبت بر او میرسد، مصیبت های پی در پی بر او میرسد، از لذت علم محروم می شود. یعنی دیگر شیرینی علم را حس نمی کند. پناه به سوی الله. و علم تنها برایش یک معلومات می شود و بس، معلوماتی که از هر جا آن را گرفته می تواند، اما آن لذت حقیقی، آن نور، آن راهنمایی از قلبش کشیده گرفته می شود. خشیتش، ترسش در دلش کم می شود، ترس الله از دلش شاید برود، نرمی دل گم می شود و دیگر سخن حق در قلبش تأثیر پذیر قرار نمی گیرد و علم در آخر سپس از او کشیده گرفته می شود. یعنی که این معنی آن نداره که علم حتما متن‌هایی که حفظ کرده است آن را از دل کشیده گرفته شود. گاهی معنیش این می شود که برکت علم گرفته شود، فهم درست از بین برود، علمی که آموخته است شاید سبب اصلاح او نگردد. این است که در این حالت در صف جاهلان قرار می گیرد، گرچند که معلوماتی دارد ولی چون با آن عمل نکرده است در حقیقت مثل جاهلان قرار گرفته است. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه در باره ترک حق می‌فرماید که من اعرض عن اتباع حق الذي يعمله تبعا لهواه. هر کس که پیروی حق که آن را میداند روی گرداند و از هوا و هوس خود پیروی کند، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال. این باعث می شود که جهالت و گمراهی به او میراث میرسد. حتی یعمى قلبه، حتی قلبش کور میگردد. ان الحق، از حق واضح قلبش کور میگردد. چگونه که الله سبحانه و تعالی این رو وصف کرده است، میفرماید که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنگامی که آنها روی گردانی کردند، الله قلبای آنها را تبدیل داد. الله قوم فاسقین را دوست نمی‌دارد. اینجا قاعده بسیار زیبایی و مهمی ذکر شده است. اگر انسان حق را داند اما قصداً آن را ترک کند و از خواهش نفس خود پیروی نماید، جزایش این می شود: نورش کم می گردد، فهمش پست می شود، در جهالت جاهلی می افتد و راه گمراهی برای او آسان می گردد. و بدونید که ترک حق تنها یک گمراهی نیست، بلکه می تواند سبب گمراهی خود و دیگران هم بشود. می تواند ضررش بیشتر بگردد. و مانند اینکه کسی میدوند که ریا حرام است ولیکن باز این ریا را هم انجام میدهد. میدوند که حق با فلان شخص است چون دلایلش از کتاب و سنت با فهم سلف امت است، ولیکن از روی تکبر آن را قبول نمیکند، سرپیچی و سرکشی میکند. این حالت ها میتواند آیسته در آینده تماما حق را عموما نبیند، حق را دیگر نبیند اگرچه آن را میبیند، دیگر حق را نشنود اگرچه آن را میشنود. برای همین الله فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. پس چون کج شدند، کجروی کردند، الله دلهایش را کج گردانید و الله قوم فاسقان را والله لا یهدی قوم الفاسقین، و الله قوم فاسقان را به هیچ وجه دوست ندارد. پس این آیه کریمه برای ما تذکر میدهد که وقتی انسان خودش قصداً از حق دور میشود، جزایش آن میشود که دل و فهمش نیز
به سوی کجی میل میکند. یعنی اول انسان روی میگرداند از حق، سپس دل تاریک میشود، سپس بعداً حق را برایش دیدن دشوار میگردد. بسیار مسئله خطرناک است. برای همین علما گفتن که گناهی بعد از علم از گناهی پیش از علم دیده سخت‌تر است، زیرا این بعد از شناخت حق صورت گرفت. و گفتن که العالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. عالمی که با آن علمی که دارد عمل نمی کند پیش از بت پرستان جزا میبیند. پس علم برای عمل است. عمل برکت علم را افزایش و زیاده میگرداند و ترک عمل علم را کاهش میدهد، انسان را از فهم و درک دور میسازد. در انسان سخت‌دلی، گم شدن برکت علم، گمراهی کردن، گمراه شدن. پس علم با اخلاص و متابعتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم سپس عمل کردن ثمره‌های بزرگی بر قلب انسان در حیات انسان می‌آورد. اما نبودن یکی از اینها انسان را در راه هلاکت میبرد و نعوذ بالله من ذلک. واسه الله متعال پناه میبریم از این گمراهی‌ها.